الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظیم. به نام پروردگار هستی بخش عرض سلام و ادب خدمت یکایک بیننده ها و شنونده های نهایت قابل قدر و گران مهر. خرسند هستم شما را با خود دارم و قلباً تشکر میکنم که بیننده برنامه ما هستین. دوستای عزیز، بعد از امام مالک بن انس به شخصیت والای سراج الائمه امام الاعظم امام ابو حنیفه النعمان قرار داریم. دومین امام نبود، اولین امام بود، اما به خاطر که امام مالک امام مدینه پیغمبر بود، امام دار الهجره، امامی بود که در جایی که قرار می گرفت در پشت سرش روضه نبی علیه السلام و محل تدریسش ریاض الجنه بود. بین منبر و خانه میگه روضه از روضه های جنت است، در اونجا تدریس میکرد و در جنت البقیع دفن است. به خاطر او را اول قرار دادیم. امام ابو حنیفه النعمان در سایه دیوار کسی که به او پول قرض داده استاد نمیشه. میگه هر قرضی که منفعت داره و از او منفعت به ما بیایه سود است. دیوار ازی کسی که سایه انداخته از ما قرضدار است نشوه که امی سود نشه. تقوایش در این سطح قرار داره. خدا ترسی امام عجیب است. کسی که از امام پول قرض میگرفت وقتی امام میدید طبیعی است دیگه، پول که نمیداشت پت میشد، خجالت میشد. امام وقتی برش میدید میگفت چرا پت میشی؟ چرا از من خجالت میشی؟ میگفت والا امام خجالت هستم به خاطری که پول از شما قرض گرفتم داده نتانستم. میگه تو خبر نداری ما او را برات بخشیدیم، ما وقت برات بخشیدم. این شخصیت امام رحمت الله علیه است. یعنی از لحاظ اجتماعی شخص عادی نبود، خیرش به همه میرسید. از آدرس تجارت، سالانه مصرف علما و مشایخ، مثلا مدارس است، استادای مثلا پوهنتون به اصطلاح ما شما که حکومت مثلا مصارف شمیته، استادای مدارس است، البته مدارس خصوصی حکومت نمیته. مشایخ، شیخ الحدیثا، شیخ القرآنا، این بزرگوارای امت امام رحمه الله سالانه مصرفش خریداری میکرد، در خانهش میگذاشت و برش میگه اوش کرده باشه از ما تشکری نکنی، فقط از الله تشکر کنیم. این موقف اجتماعی امام است. این موقف اجتماعی امام است. کسی میایه شما چه فکر میکنین؟ یک خانم میاد لباس دستش بند است، یک لباس قیمتی بعد دستش میگه میره میخوایم بفروشم، چند؟ میگه 100 درهم. میگه نه، میگه قیمتش بالاست. امام میفهمه که لباس قیمتی است. به او زن میگه قیمتش لباس بالاست. چند؟ میگه 200. میگه نه بالاست. میگه خیلی چند؟ میگه 300. میگه نه بالاست. 400 بالاست. در 500 لباسش میخره. امروز ما و شما از این موقع چقدر استفاده میکنیم؟ تو باش یگان دستبند پیدا شوه، یگان اولیگه کمیجا چطور میشوه؟ تو باش یگان دستبند، یگان آدمی مظلومی بیچاره که به پول نیاز داره باش همون سیب پیدا شوه، بسیار با پول کم سیب برد خریداری میکنم. یگان موترک چطور میشوه؟ تو باش یگان دستبند پیدا کنیم سیب یک موتر برد خریداری میکنیم. و مسلمان پایکش خوده بنا بر ضرورتی که برش پیش آمده میخوای بفروشه، لکن تو منتظر همی کمین هستی که یه مسلمان مال خود ارزان بتو و چشمش خاک بزنیم بخریم. ولی امام این زنی بیخبر و غافله که ارزش لباس 500 است، 100 رو میفروشه. میگه بالاست، تا 500 قیمتی رو بالا میبره، بعد از او برش پول میده. این امام است. یک لباس میخره، در او یک کمی عیب است، متوجه نیست در وقت خریدنش. به شریکش حفص، یکی از شریکای امام حفص است، برش میگه اگر ما باشم یا نباشم هر وقتی لباس میفروختی یادت باشه
که عیب اینمی لباس به خریدار باید بگویی، به مشتری باید بگویی، ورنه حق نداری لباس بفروشی. بالاخره امام از موسم حج برمیگرده، از حفظ پرسان میکنه اما لباس چی شد؟ میگه والا اون لباس سودا کردم. میگه برش عیبش گفتی؟ میگه نه، تمام مال دکان خود صدقه میکنه، تمام مال خود صدقه میکنه. به می خاطر یکی از شرایط مال معیوب امیست که گفته شود. اگر ما خانه را بفروشیم، موتر را بفروشیم، لباس را بفروشیم، یگان وسایل دیگر حق نداریم عیبش کتمان کنیم. اگر عیبش پت شد پس حق فروش نداریم. اگر عیبش پنهان کردیم بر ما حرام است. نبی کریم علیه السلام وارد شهر میشه، بازارها میگرده، نظارت میکنه از بازار. امام بشر، امام تقوا، امام عدالت، امام صداقت، امام رحم و مهربانی از بازار نظارت میکنه. میره در بازار که یک کسی گندم سودا میکنه، دست خود داخل گندم داخل میسازه، وقتی میبینه زیر گندم تر از سرش خشک است، برش میگه چرا بخش تری از زیر بالا نمیمانه که یک آدم ببینه که گندم تر است؟ میگه قربان باران شده بود دیگه گندم تر شد. خب میگه درست است که باران شده بود گندم تر شد، خب باید بخش تری از زیر برای مشتری بگویی من غشنا فلیس منا. کسی غش میکنه، غش یعنی فریب میده، غش یعنی چل بازی میکنه، غش یعنی به چشم یک مسلمان خاک میزنه، غش یعنی عیب مال خود نمیگه، او از امت ما نیست. و من یغلل یأتی مما غل یوم القیامه. کسی غل و غش میکنه یعنی خیانت میکنه، در روز قیامت اون خیانت در سر شانایش است و میگه از پل صراط بگذر. 100 سر خیانت کرده، 500 سر خیانت کرده، آلو میتونه که با این بار گرنگ از پل صراط که از مو باریکتر، از شب تاریکتر، از تیغ برانتر بگذره؟ خب چپا میشه دیگه، داخل میفته، سقوط میکنه. من غشنا فلیس منا. کسی غش میکنه او از امت ما نیست. پس امام با شریک خود میگه حق نداری عیب مال خود کتمان کنی، ورنه حق فروش نداری. اگر فروختی همه مال ما صدقه میکن. دوستای عزیز، سخن از سراج الائمه امام اعظم ابو حنیفه النعمان رحمه الله است. شخصیت علمی، شخصیت فقهی، شخصیت اجتماعی، شخصیت سیاسی، شخصیت اقتصادی، فرهنگی، از هر لحاظ شخصیت ممتاز داشت در تاریخ بشر که علما اتفاق نظر دارند که بر همه امت مسلمه واجب است که در نمازشان به امام ابو حنیفه دعا کنند تا الله رفع درجات نصیب کنه. به هر صورت موقف اجتماعی امام با شما صحبت داشتیم که تاجر بود، تاجر لباس، لکن از این مدرک پولی را که به دست می آورد، پولی را، امکانیات را که به دست می آورد، تنها صرف جسم روح خود نمی کرد، برای فقها، علما، مدارس، دارالایتام و دارالعلوم ها به مصرف می رساند. شخصی که داخل مسجد یک کسی را می بینه که بسیار سر و صورت ژولیده داره، بسیار نامرتب و خشن و کرشت و درشت، برش میگه که نماز خواندی در گوشه باش کار دارم. یک مبلغ پول هنگفتی را در زیر فرش میمانه باشی، خجالت نشه. ما شما یک کسی را کمک کنیم، باز در مجلس خبر نداری یادم ما بسیار همکاری کردیم، بعد از شخصیت یک مسلمان ما متزلزل کنیم. یک مقدار پولی را زیر فرش میمانه، برش میگه مو پول باز بگی سر صورت خود برس. برش میگه قربان من بسیار ثروتمند هستم، من نیاز به پول ندارم. میگه خبر نداری که رسول الله علیه السلام میگه که کسی را که الله نعمت بده، الله دوست داره که آثار این نعمت در لباسش، در خوراکش، در زندگیش ببینه. پس تو چگونه از خدا میخوای شکر گزاری کنی که الله برات مال داده، ثروت داده، پول داده، ولی تو نمیخوای که ایره استفاده بکنی و از نعمت الله شکر گزاری بکنی؟ شاگردای امام اکثریتش فقیرا بودن،
کسایش که به خاطر مشکلات اقتصادی با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکرد و نمیتونست درس ادامه بده، امام رحمه الله برای از اونا معاش مقرر میکرد. برشان میگفت که ماهانه این مبلغ پولی را از پدر خود بگیر، میگفت نمیگفت از پدر خود بگیر و درس خود بخوان تا آینده تو روشن شود. بزرگترین حقی را که اولاد جامعه بر ما دارد تعلیم و تعلم است، ولی امروز صدها طفل است در این خاک، صدها یتیم است به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان دست به دست میشه. توپ فوتبال است متاسفانه. آیا مو احساس را که در مقابل این اولاد یتیم و مظلوم من تو داریم، در مقابل اولاد خود داریم، در مقابل امی طفلا داریم؟ بود پالش میکنه، بود پالش میکنه، در بدر میگه، کاغذ میفروشه، بسکت پلاستیک میفروشه. در چارایی درست است که برخی از اینا استفاده غلط میشن، اما اکثریت از اینا به معنی واقعی مظلوم هستند. پس حکومت در رأس مسئولیت دارد. امام به خاطر تحصیل و تعلیم شاگرد مظلوم و فقیرش معاشش آماده بود از بودجه شخصی بده تا او محروم نشه از ادامه تحصیل. ولی امروز به میلیون ها طفل، به میلیون ها یتیم، به میلیون ها نوجوان متاسفانه به خاطر مشکلات اقتصادی است تعلیم و تربیه محروم هستند و به کارهای شاقه سوق داده میشن تا اینکه یک لقمه نان برای مادر بیوه و خواهر گرسنه خود ببر. آیا حکومت مسئولیت ندارد؟ آیا تجار ملی ما مسئولیت ندارد؟ به هر چیز پول داریم، امکان داریم که بیاییم اسپانسر کنیم برنامه های خانمانسوز را. آیا در پهلوی از یک دارالایتامی بسازیم، یک دارالمساکینی بسازیم، یک بخش خیریه، یک مؤسسه خیریه جور کنیم که کسایی که واقعا محتاج است از اینا معاش دریافت کنه. امروز میبینیم چقدر مشکلات است. وقتی موتر یک جای توقف میکنی 10 نفر جمع میشه، یک جای میخوای سودا بخری 10 نفر جمع میشه. دستش دراز است، به یک مرجع نیاز است واقعا که اینا باید مراجعه کنند. اگر واقعا مشکلات دارن بررسی شود، اگر مشکلات ندارن اینا باید دستگیر شوند. بالاخره فهمانده شوی مسئولیت حکومت. یکی از مسئولیت های حکومت این نیست که به مردم بیکار کار پیدا کنه، به گرسنه نان پیدا کنه. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کسی که شما را از گرسنگی نجات داد و امنیت آورد. از اینجا علما استدلال میکنه که در رأس وظایف دولت چیست؟ انسانهای گرسنه را نان بده، بی وظیفه را وظیفه بده و ناامنی و فقر از بین برده شد. به هر صورت دوستای عزیز، امام تعدادی از شاگردای خود را معاش میداد ماهانه تا اینکه او محروم از درس نشه. ای رحمت امام و ای رقت قلب امام و ای احساس مسئولیت امام در قبال افراد جامعه و جوانهای با استعداد. از جمله کسی که پول داد، مثال زنده قاضی ابو یوسف قاضی القضات دوران خلافت عباسی ها در زمان مهدی و هارون و رشید و امثال از اینا، یکی از قاضی القضات دوران بود. ای کی بود که اینقدر تاریخی روشن رقم زد؟ شاگرد امام ابو حنیفه بود، در حالی که به حد فقیر بود که ماها در خانهش نان برخوردن پیدا نمیشد. امام مصرفش میداد تا اینکه او درس بخوانه و چنین سرنوشتی را، چنین آینده درخشانی را با کمک استادش، هم کمک مادی هم معنوی، رقم بزنه. ایس امام ابو حنیفه رحمه الله. خب از موقف اجتماعیش هر چی بگیم واقعا کم گفتیم. شخصی که از هر لحاظ الله متعال برایش درایت داده بود، علمیت داده بود، فقاهت داده بود. موقف سیاسی امام عجیب است.
به حدی از خدا می ترسید که در هیچ دوره از دوره های حکومت عباسی ها و اموی ها این وظیفه در دولت نگرفت. این به این معنا نبود که گرفتن وظیفه در دولت حرام است، به این معنا نبود، بلکه از خدا می ترسید که نشوه یک مورد اشتباهی سر بزنه. به حدی از خدا خوف داشت که در دوران یکی از والی های اموی ها به نام ابن حبیره با قاضی ابی لیلا ابن شبرمه و امثال از اینا یکی از وظایف دولتی، مثلا یکی را قاضی ساخت و یکی را چیز دیگه، امام قبول نمیکرد. امام ابو حنیفه هم خواست، گفتم یک وظیفه بگیر. گفت چی وظیفه؟ گفت مهر مسئولیتش تو بگیر، ما هر کار کردیم مهر باید تو کنی. امام قبول نمیکنه. میگه چرا قبول نمیکنه؟ میگه امکان داره که سر نفر تو بزنی مهرش مکنم، جنایت تو کنی مهرش مکنم، از خدا میترسم. یعنی والی حق نداشت بدون مهر از او کار کنه، ولی نپذیرفت. بالاخره در زندان میبره. آل ما به خاطر گرفتن وظیفه به زندان میریم، او به خاطر نگرفتن به زندان میرفت. میگه وظیفه سلاطین است، میره نمیپذیرم. بالاخره در زندان میره. ماها تحت شکنجه و شلاق امام ابو حنیفه تحمل میکنه، ولی وظیفه مسخر قبول نمیکنه. موقف سیاسی امام بود. به حد از خدا میترسید که هر وظیفه‌ای که از جانب سلاطین و حکام مستبد برش پیشنهاد میشد، حتی مقام قاضی القضات که در دوران منصور یکی از دومین خلفای عباسی بالاخره توسط از مو شهید میشه، ولی نمیپذیره. در نتیجه به زندان میره، ولی قضاوت قبول نمیکنه. میگه نشوه که از من اشتباه شود. این دلالت بر نهایت تقوا و خوف از پروردگار میکنه. از لحاظ اجتماعی صحبت هایی داشتیم، همچنین از لحاظ سیاسی صحبت داشتیم که امام ابو حنیفه با وجودی که نمیگفت کار کردن در حکومت قاضی القضات شدن حرام است، ولی خوف از خدا به حدی مستولی بود و غلبه داشت بر امام که زندان پذیرفت. شلاق روزانه 100 شلاق یک انسان زناکار میزنن، یک بار میزنن، ولی امام هر روز 100 شلاق میخورد. به خاطر چی؟ میگه وظیفه را قبول کو، قبول نمیکرد. و امروز کسایی که به این امام میتازن عجیب نیست. هر جایی که هر آدرسی که آدرس دلار باشه، آدرس پول باشه، ببینید در صف اول قرار داره. و یک شخصی که با چنین تقوا و ترس از خدا می امانت علم به ما تشریح میکنه، ما بگیم سیب او چنین و چنان است درباره از او. اذا اراد الله نشر فضیلة اتاها لها لسانا حسودا. وقتی الله بخواهد مقامی کسی را بلند ببره، عظمت نصیبش کنه، زبان بدگویا را به او دراز میکنه. پس با بدگویی در ارتباط این امام و تاخت و تاز در ارتباط شخصیت والای این امام، عظمتشان کاسته نمیشه، بزرگیشان کم نمیشه. اما این ما هستیم که کوچک میشیم که نشناختیم این اکابر ما، این سلف ما، سلف صالح، اینا کیها بودن؟ اینها پیغمبر نبودن، اینا را ما پیغمبر نمیدانیم، اینا را ما شارع دین نمیدانیم، اینا را ما شارحگر دین میدانیم، دین تشریح کردن. و هرگاه اشتباهی خطای ازشان صورت گرفته باشه، حتما اون مورد بازگو کردن که اگر اذا صح الحدیث و هو مذهبی، وقتی حدیث صحیح به شما میرسه امو مذهب است، به امو عمل کنین. خب این انصافش است، این انصاف امام است. نمیگه همیشه این تکیه کلامش بود هذا رأینا، این سخن ماست میگفت، نمیگفت سخن امت است باید کل قبول کی، تو نمیگفت هذا رأینا و رأینا مجرد رأی فمن جاءنا بافضل من قبلنا. رأی ماست و رأی ما مجرد است، تناست، تحمیل نمیکنیم. کسی از ما بهتر کدام چیز میاره قبولش میکنیم. این انصافش است. یگان تا میگه گپی ما چی تو قبول نشه، میفهمی من چقدر عالم هستم،
20 سال درس خواندیم گپی من. نه، امام اینطور نمیگه. 18 سال تنها از حماد ابن ابی سلیمان درس گرفت. 18 سال در حلقی از او همه روزه حاضر بود. ولی تقوایی که داشت در منصب قضا در دوران خلافت اموی هم نپذیرفت که از طرف ابن حبیره در زندان انداخته شد. روزانه شلاق زده می شد، شکنجه می شد شب و روز، ولی نپذیرفت. همچنین در دوران منصور دومین خلیفه عباسی ها، منصور در اوایل زیاد دوستش داشت، خیلی احترام میکرد، چون شخصیتش شدید و تأثیر بود، زیاد تأثیرگذار بود شخصیت امام. و منصور چون سیاستمدار بود دوست داشت که شخصیت های تأثیرگذار در کنارش باشه. ولی امام هیچگاه تسلیمی از او نشد، هدایایش قبول نمیکرد. هر باری که هدیه روان میکرد 10,000 دینار و 5,000 دینار و 20,000 دینار امام رد میکرد و منصور عصبانی میشد. میگفت چرا هدیه مرا قبول نمیکنی؟ کل علما قبول میکنی، تو چرا قبول نمیکنی؟ میگفت بسیار ببخشین، امام از بودجه شخصی خود به ما هدیه نداده، از بیت المال داده و ما مال بیت المال نمیخورم. به این معنی نیست که حاکم مثلا یک مقدار معاشی را از بیت المال به یک عالم میته و حرام باشه، ولی شخصیت امام و تقوایش به حدی بود که نمیخواست رأی خود بفروشه. خب آن که نان دهد فرمان دهد، کسی که نان بده فرمان هم میده دیگه. و وقتی که کمکش میکرد باز مجبور بود که حرفش هم بالایش بقبولانه. هر بار مخالفش بود در امور نامشروع. صراحتا در ملأ عام اشتباهی پادشاه را میگفت، اشتباهی خلیفه را میگفت، از هیچ کسی هراس نداشت، چون فرمان خداست یکی از اوصاف اهل ایمان ولا یخافون لومة لائم، هرگز هراس ندارد از ملامت کننده ها. حرف حق میگفت. خانم خلیفه با شوهرش اختلاف نظر پیدا میکنه. شوهرش منصور میخواد عروسی کنه، عروسی دوم. خانمش میگه اجازه نداری. میگه چرا؟ خدا حلال کرده، تو میگی اجازه نداری؟ میگه برو علما را بخوای، اگه فتوا داد سعیس بگیر. میگه کدام عالم؟ میگه ابو حنیفه را بیار. وقتی امام ابو حنیفه میایه، خلیفه ازش میپرسه که آیا ما اجازه دارم ندارم که ازدواج کنم؟ میگه بله، لکن شرط اساسی در تعدد 3 چیز است. فان خفتم الا تعدلوا فواحده، کسی که میترسه این 3 شرط پوره نمیتونه هرگز اجازه نداره دو زن بگیره، قطعا. فان خفتم، اگر خوف دارین که عدالت نمیتونین، فواحده، پس یک زن اختیار بکنین. خب میگه چرا؟ من خب میتونم عدالت کنم. خب بالاخره موارد عدالت که توضیح میده میبینه که منصور اشتباه داره. بالاخره تعدد منصور چیز میشه و بالاخره مسترد میشه. اما خانمش میخواه به امام تحفه و هدیه بده، ولی امام قبول نمیکنه. صحبت از سراج الائمه، شخصیتی برازنده تاریخ جهان اسلام، امام اعظم رحمت الله علیه است. صحبت از بخش سیاسی امامیا، جنبه سیاسی یا شخصیت سیاسیشان هست که با امرا هیچگاه نشست و برخاست نداشت. وقتی میفرستاد حق برش میگفت و عاجل منصرف میشد و همیشه در مقابل خودکامگی های حکام مستبد ایستادگی میکرد. و امروز علما هم میرن، علمای ما با همه احترامی که داریم میرن چپلوسی میکنن به وزرا و وکیلا و فلان بسمدان، بجای ازی که برن حرف حق را، بله بودن علما در کنار حکام به خاطر نصیحت و راهنمایی خیرشان لازم است، اما به این معنی که اینا برن جرمشان جنایتشان تایید کنن و از اونا تقدیر و تشکری کنن که ولا شخصیت شما سیب کمرش بسته میکنه، چپنم به شانش میندازه، دستشم بلند میکنه. 20 سال در دوره حدیث رسول الله و تفسیر قرآن و علم شریعت گذراندی، آمدی دست یک انسان وطن فروش بلند میکنی و در کنارش تا کمرش بسته میکنی که خوبتر جنایت کو. یعنی یک عالم هم تو را تایید کرده.
این واقعا جفاست. ولی امام ما اول نمی رفت، وقتی خواسته می شد حق را می گفت، به می خاطر در زندان جان میده ولی تسلیم باطل نمیشه. برش میگه که تو امیر مسلمان ها هستی، تو حق نداری که در صورتی که عدالت نتانی و اطمینان نداشته باشی زن دوم بگیری، اجازه برش نمیده. خانمش از خاطر تشکر و شکرگزاری از امام مقدار زیادی از پول و سرمایه و بعضی لباس و بعضی وسایل امکانیات را به خانه امام میفرسته و 2 غلام خودم خانم خلیفه یا خانم منصور ارسال میکنه. امام وقتی بیرون میشه میبینه که بر بالای مرکب ها تحائف و هدایای خانم خلیفه آورده شده. میگه اینا را خانم خلیفه روان کرد. میگه من قبولش نمیکنم. 2 غلام به امام گریه میکنه، میگه ای امام به خاطر خدا قبولش کو. خانم خلیفه گفت اگر امام هدیه را قبول کرد اردویتان آزاد هستین، تو اگر اینا را قبول نکنی ما آزاد نمیشیم. میگه به خدا قبولش نمیکنم. هدیه ای کسی را خصوصا از حکام، بلی از هدیه سایر مسلمان ها را میگرفت اما از حکام قبول نداشت. هر باری که هدیه عرضه میشد و می خاطر بارها خلیفه بر بالای امام عصبانی شده است. ولی امروز خیلی مشکل است در مقابل دلار و کلدار و افغانی خود بگیریم کنترل کنیم. خیلی مشکل است. و تو پول عرضه شوه، سرمایه عرضه شوه و تو به خاطر ترس خدا که فردا سخنم بند نشه. کسی که نان داد فرمان میده، پول نمیگرفت. به اسلام شما هر کس پول دوست داره و نیازی هر کس است، ولی امام نمیگرفت به خاطر خوف از خدا و ترس از خدا که داشت. خب بالاخره در دوران خلافت منصور هم برش عرضه میشه که قاضی القضات باشه، چون به حد شخصیتش تاثیرگذار بود که اگر این قاضی القضات میشد دیگه تقریبا تمام خلاها و مشکلات خلافت عباسی ها هم مشکلات زیاد داشتن، میخواست از طریق از استفاده کنه و بپوشان، ولی قبولش نکرد. بالاخره فشار آورد، گفت با یک شرط که قضا فوق خلافت باشه، امر تو سر من نمیچله، امر من باید سر تو بچله. اگر قضا فوق خلافت نباشه، ببینین در عصر حضرت علی لباس جنگی حضرت علی گم میشه، پیش یهودی پیدا میشه. حضرت علی اقامه دعوا میکنه، خودش خلیفه پادشاه مسلمانا پیش قاضیش که قاضی شریح هست پیشش میره، میگه اینمی یهودی لباس مرا گرفته، لباس از ماست. قاضی شریح ازش تقاضا میکنه کو شاهدت؟ خلیفه است درست اما شاهد داری؟ میگه والا بچیم حسن شاهد است. به خاطر 2 دلیل شهادت رد میکنه. میگه اول شهادت پسر به نفع پدر درست نیست، دوم نصاب شهادت 2 شخص است، یک شخص کفایت نمیکنه. فیصله به نفع یهودی میکنه، خودش خلیفه است. پس امام به منصور میگه تو وقتی که به حد مرا مجبور میسازی، بلی قضا فوق خلافت است قبول داری، در غیر از او من زندان قبول دارم اما نمیخوایم قاضی شوم که تو جنایت کنی و من فیصله کنم. بالاخره منصور عصبانی میشه، در زندان روانش میکنه، روزانه 100 شلاق میگه ایره بزنین تا این قضاوت قبول کنی یا بمره. بالاخره زیر شکنجه ماها در زندان جان به جان آفرین تسلیم میکنه و شهید میشه. دوستای عزیز، دوستای گرامی، همه ابعاد زندگی، شخصیت‌های علمی ما، شخصیت‌های فرهنگی ما، شخصیت‌های معنوی ما به ما بزرگترین درس است. اینها با شعار دادن بزرگ نشدن، اینها با ادعا بزرگ نشدن، اینها با زحمت، با عمل به کتاب و سنت بزرگ شدن. وقتی نامش میگیریم یک طفل 5 ساله میشناسه ابو حنیفه کیست، ولی ما بسیار شخصیت‌های کلان داشتیم در تاریخ، نمرود، شداد و فرعون. یک طفل هم که نامش بگیر لعنت برش میفرسته. بسیار پادشاهایی در طول تاریخ داشتیم
بعد از 1 سال 2 سال نامش گل میشه میره. ولی امام ابو حنیفه نه رئیس جمهور بود و نه خلیفه امت مسلمه بود. چی کرد؟ چرا نامش زنده شد؟ چون به قرآن و سنت عمل کرد. بزرگی را در عمل گرفت، بزرگی را در تلاش گرفت، بزرگی را در اتباع و پیروی از نقش قدم سید المرسلین و امام المتقین گرفت. پس اگر میخوایم بزرگ باشیم، اگر میخوایم نام ما در تاریخ رقم زده شود، شخصیت ما تأثیر گذار باشه، پس در شعار نه، در عمل نشان بدیم. این شخصیت سیاسی امام رحمه الله است. به حکام تسلیم نشد، به پول رأی و نظر خود نفروخت، افتخارانه جان داد، با عزت جان داد، اما خلافت و قضاوت و منصب دوران عباسی ها و اموی ها را نپذیرفت که نشوه اشتباه سر بزنه و تاریخ ما سیاه شو و نابود شو. پس دوستای عزیز و گرامی، امام 18 سال در حلقه استاد خود حماد ابن ابی سلیمان درس خواند. استادای زیاد اختیار نکرد. دلیلش ای بود که می ترسید که نتانه حق استاد ادا کنه. حق استاد در جای پدر قرار داره. وقتی قرآن میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، علمای اصول فقه میگه در ردیف اول پدر معنوی که استاد است قرار داره. در پیشش اف نگو، اظهار شکایت از درد نکو، به احترامی در جای خودش. به طرف خانه استاد پای خود دراز نمیکرد، به طرف خانه استاد خود قضا حاجت نمیکرد. این طرف پای خود دراز نمیکنم قبله است، این طرف نمیکنم خانه استادم است. عجیب است. شب تا صبح پای خود چملوک میکرد ولی پای خود دراز نمیکرد. این احترام امام و این تواضع امام یکی از 7مین مورد خوشبختی و موفقیت تواضع است. امام موفق شد چون تواضع داشت. همراه در مقابل هر سوره قرآن 500 درهم به استادش میداد. 500 درهم درهم شرعی. ولی امروز اولاد ما مفسر میشه، محدث میشه، قرآن با تجوید با صوت و لحن زیبا میخوانه. خانوادهش بجای تشکری، بجای سپاسگزاری از استادش، از خدمتگزارای قرآن میاین پرخاش میکنن، میاین شکایت میکنن، میاین اعتراض میکنن. نزد الله چی خواد داشتی برادر عزیز؟ در هر بخش مشکل نداری، باید پول بدی، اما با قرآن وقتی که قرآن سودا میکنن، سیب سودا بیع و شراء از خود تعریفی داره. محال از قرآن فروخته شود. تمام زمین و آسمان در مقابل یک حرفش هیچ است، هباء منثورا، صفر است. کل زمین و آسمان بان یک حرف قرآن پورا نمیکنه. قرآن چگونه فروخته شود؟ این عزتش است که ما با یک کس میدیم. در مقابلش مثلا استاد قرآن، حافظ قرآن، عالم دینه عزت میکنیم، برش میتیم. این حرام نیست، این حرام نیست دوست عزیز. ولی با کورس ها پدر برو بچیم میگه، برو سیب، پدر جانت سیب زنده است، همکاریت میکنه، تشویش نکو بچیم. سالها میره با کورس، با او الفاظ زرق و برق مردم فریب دادن. بله کورس های هم است که واقعا خدمت میکنن، ما نمیتونیم همه گیره فعالیت هایشان را تحت سوال ببریم. بله کورس های هم است که فقط با یک کلمات زرق و برق و با یک اعلانات فریب دهنده متاسفانه پدر روزانه عرق میریزه، فیس میته 20,000 30,000 یک سیمستر و 2 سیمستر و 3 سیمستر. بچهش هم چی میگه؟ پدر جان تشویش نکو بخیر، تشویش نکو، این پولایی که دادی بخیر یک وقت مفارغ شوم، باز این پولا را در خلال 1 ماه 2 ماه از طریق پول رشوت و سود احتکار با سیب جبران میکنم. پدر آماده است برش پول بده. حتی پرسان نیست بچیم چی خواندی؟
استادی که میخواد انگلیسی درس بده، ریاضی و کامپیوتر درس بده، خودش باید بخونه، ولی پرسان نیست پول برش میتیم. 500 گفت 500، 1000 گفت 1000. ولی وقتی که به مدرسه باشه، با درس قرآن باشه، امام 500 درهم در مقابل هر حرف قرآن میده. تو فکر نکنین که قضیه فیس گرفتن در مقابل قرآن یک چیزی نو است. از عصر امام تا امروز، از عصر رسول علیه السلام، احمد ابن حنبل چهارمین امام مسلمان هاست. فقیر بود، چون استعداد بالا داشت، استادش 50% تخفیف کرده بود در فیس شهریش. 50% میگه تو کم بده، چون زیاد فقیر بود ولی استعداد بسیار بالا داشت. امروز به هر چیز باید هزینه کنیم، پول بتیم، مصرف بکنیم، اما در قبال قرآن و حدیث و فقه و تفسیر و علوم اسلامی و علوم دینی و عقیده و امثال از اینا پول نیست. چطور روز گرفتی سه؟ این مشکل است، واقعا مشکل است. این کلیدی ترین مشکلات امت اسلامی است. ما قرآن اخیر کردیم، الله ما را اخیر کرد. ما اولش کنیم که الله ما را در دنیا اول بسازه. یه حق است، این را باید بپذیریم. هیچ تعرضی فیسی که در قبال قرآن یک استاد دریافت میکنه، در قبال تدریس دریافت میکنه، هیچ تعرضی در عبادت ثوابش نداره. چرا قاعده فقهی است، هر حاویس مصرف محبوس خود بته. یک طبیب وقتی در قبال معاینه خود 200 300 500 فیس میگیره، در مقابل 5 دقیقه معاینه خود 500 400 میگیره، ما او را حرام نمیگیم. چرا میگیم؟ کمال داره، زحمت کشیده. پس این انسان قرآن یاد میته، این کمال نداره، زحمت نکشیده. وقتی او حرام نیست، هم حرام نیست، چون هر دو در مقابل وقت خود میگیره. قاضی در مقابل وقت خود، سارمال در مقابل وقت خود، مدیر و رئیس در مقابل وقت خود معاش میگیره. بله، با انصاف، شرایطش باید پوره باشه، هیچ مشکلی وجود نداره. پس امام معاش ائمه را میداد. امام با استاد شاگردش در مقابل هر سوره از قرآن کریم 500 درهم تحفه میداد و فیس میپرداخت. ابراهیم ابن سعد جوهری میگه بر خود امام لازم کرده بود اگر بر خداوند صادق باشم در عرض هر حدیث 1 دینار صدقه میتم. یعنی بر خود لازم کرده بود امام رحمه الله که هر حدیثی را که من عرض میکنم، تشریح میکنم، 1 دینار صدقه میتم بعد از حدیث تشریح میکنم. این دلالت بر کمال تقوا و تواضع امام داره. کوشش میکرد امام، یکی از مواصفاتش که سوگند نخوره، نه بر صدق و نه بر دروغ. سوگند دروغ با شما معلوم است که سوگند غموس که خطرناکترین سوگند است، که ما به خاطری که حرف خود به کرسی بشانیم، متاع خود عرضه کنیم و حرف خود به قبولانیم، سوگند میخوریم. این خیلی خطرناک است. ولی امام سوگند راستم نمیخورد. چرا؟ قرآن میگه ولا تجعل الله عرضة لایمانکم، نام الله را کوچک نشمارین، نام الله را دستمال برای قسمهای خود قرار ندین. امام سوگند نمیخورد. امروز حساب بکو در 1 ساعت چند سوگند میخوری؟ این نام الله خورترک است پیش ما. به یک طفلم قسم میخوریم، به یک دستمالم، به یک بوتم، به یک آیسکریم و به یک قلم هم قسم میخوریم، به فروختن یک بسکیت، یک تا پفک قسم میخوریم، نام الله را کوچک میکنیم. ولی امام قسم نمیخورد. امام هر روز بر خود لازم کرده بود، که در مقابل هر کلمه باید صدقه بده. این واقعا عجیب است. در مقابل این کلام و تکلمی که ما و شما میکنیم، اگر این مدیریت شوه ولی خدا میشیم. 103 گناه توسط زبان صورت میگیره. امام بر خود لازم کرده بود هر سخنی که میگم یا خیر یا شر خو نمیگفت، خیر میگفت، در مقابلش 1 درهم صدقه میکنم تا اینکه کلمه بیجا از زبانم بیرون نشه. یعنی حرف امام شمار بود. روزانه تا بیگاه چقدر حرف میزد همه شمار میشد و در مقابل هر حرف از او باید صدقه میداد امام. بیگاه حساب میکرد اگر 1000 کلمه باشه 1000 دینار، 500 کلمه می بود 500 درهم،
100 کلمه حرف میزد 100 درهم صدقه میداد. و این واقعا جالب است. یعنی هر کارم میگفت اگر درست باشه هر سخنم را باید ما در مقابلش صدقه بتم. و یعنی در یک ماه علما میگه 10,000 درهم صدقه میداد به خاطر سخنش. تنها صدقه یک ماهش برای رضای الله در مقابل کلماتی که گفته، سخنی که گفته، با یک روایت 1,000 به دیگر روایت 10,000 صدقه میکرد. امام تهجد و قیام اللیلش قضا نبود. و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پاره از شب بخیز با الله قیام کو تا الله تو را به مقام ستوده شده برسانه. مقام محمود یکی از مقام هایی است که الله ستایشش میکنه در روز قیامت. امام قیام اللیل و تهجدش قضا نبود. از شما بپرسم که در سال یک بار نماز تهجد خواندین؟ تاسفانه ما شعار میدیم، ادعا میکنیم پیرو امام هستیم، پیرو فلان هستیم، ولی آثار از او در زندگی ما مشاهده نمیشه. شخصیت ممتاز ما را هم با شخصیت میسازه. اگر ما آمدیم دوست خود، محبوب خود، رفیق خود، هم صحبت خود، هم راز خود پیغمبر ساختیم، سیرتش میخوانیم، شمایلش میخوانیم، روز به روز رنگ و بوی پیغمبری میگیریم، روز به روز به اون نزدیک میشیم، با هر تطبیق هر سنتش یک قدم به سویش نزدیک میشیم. همچنین از 4 خلیفه اسلام، همچنین از 4 ائمه دین که ما بعد از معرفی امام مالک بن انس به معرفی امام اعظم سراج الائمه، چراغ امت اسلامی و علمای امت، امام ابو حنیفه النعمان پرداختیم که در 2-3 جلسه قبلی هم از ایشان صحبت‌هایی داشتیم. امام کی بود؟ امام چگونه شخصیت داشت در بود اجتماعی، در بود اقتصادی، در بود سیاسی، در بود فامیلی، در بود عبادی که با الله چگونه در ارتباط بود، خوف و تقوایش در کدام سطح قرار داشت، صحبت‌هایی داشتیم. صحبت اینجا بود دوستای عزیز که امام نماز تهجدش قضا نمیشد، قیام اللیل داشت، بطن در خدمت خلقم، بجان در خدمت جانان، شب تا به صبح به الله استاد میشد و الله را بندگی میکرد، خدا میگفت، عاشقانه الله را یاد میکرد، با الله محبت داشت و در خدمت مخلوق خدا بود. نماز تهجد اگر به خاطرتان باشه جایگاهش در سلسله الگوی اول که شمائل نبی علیه السلام بود، از تهجد پیغمبر صحبت کردیم و قدری در ارتباط اهمیت و جایگاهش هم اشاراتی داشتیم، نمیخوایم دوباره صحبت شوه، اما کفایت میکنه کسایی که تعقیب کرده باشه برنامه را. پس امام نماز تهجد و قیام اللیلش قضا نبود. یعقوب ابن شیبه رحمه الله میگه امام مسما به وتد بود، یعنی یکی از لقبهای امام اعظم وتد بود. وتد یعنی میخ. شبها وقتی به الله استاد میشد تلاوت قرآن میکرد، در یک رکعت تا به صبح بدن شور نمیخورد، فکر میکردی میخ است. کسایی که امام میدید میگفت این انسان است یا کدام میخ، این قدر در مقابل الله. ولی ما تو استاد میشیم، شور میخوریم، تکان میخوریم، حرکت میکنیم با لباس خود، با سر و کله خود. ولی امام وقتی در نماز استاد میشد، یعقوب ابن شیبه صاحب میگه مسما با وتد بود، از بس که متواضع بود و از بس که خوف از خدا داشت، چوب خشک وارد مقابل الله استاد میشد، بی جان میشد، بی روح میشد وقت در مقابل الله استاد میشد. پس بین پیاده کنیم در زندگی خود، وقت در نماز استاد میشیم باید حد اقل احساس کنیم که در حضور کی استاد میشیم. در نماز یا کی دعوا میکنی یا جمال و مال پیدا میکنی، در نماز است یا در فکر آب و نان،
در رکوع یا به فکر پول و سرمایه و امثال از اینا. پس به این توکل به الله. وقتی در نماز استاد میشیم با خدای خود عهد بکنیم که یا الله من یک بنده جنایتکار توستم، خودم تسلیم میشم. تا امروز ما دقت نکردیم وقتی دو دست خدا بلند میکنیم چی معنا؟ یا الله من تسلیم توستم، من مجرم هستم، تسلیم هستم یا الله. مثلا وقتی که دشمن شمشیر خود به طرف جان مقابل میگیره تسلیم باش، دست خدا بلند میکنه. گویا ما با الله تسلیم هستیم. تکبیر تحریمه، ما سوای خدا را دور انداختیم، نه در بارش دیگه فکر میکنیم، نه دیگه کارش داریم. خدا فقط تو را کار دارم در نماز. ولی در نماز یا که دعوا میکنی یا جمال و مال پیدا میکنی. بعد از او که دست خدا بلند کردیم بستش میکنیم. چی معنا؟ دست خدا خود ملچک میگه یا الله با پلیست نیاز نیست، من مجرم هستم، خدایا دست خدا خود ملچک میکنه. و پیشگاه تو یک مجرم استاد هستم، خدای مرا ببخش. روزی 5 بار به خدا اقرار میکنیم از جرم، از بیچارگی، از مظلومیت خود. دست خدا سر خدا خم سرفگنده. یا الله به تو رکوع میکنم، یا الله به تو سجده میکنم، یا الله به تو استاد هستم در حضور تو، در امر و در تعمیر اوامر تو. یا الله من قرار دارم. این مفهوم نماز. امام وقتی به نماز استاد میشه چون وتد چون میخ، ولی ما تون به نماز استاد میشه. همین نماز بخوانیم که سه بیغم شویم، نماز غم است. نماز بخوانیم که باز راحت شویم، سه نان به فرصت بخوریم. پیغمبر سه میگه ارحنا بالصلاه یا بلال، برو به نماز ما را آرام کن. ولی ما میگیم نه، به نان خوردن خدا آرام کنیم، سه نماز بخوانیم بیغم شویم. آیا این نماز میتونه ما را از فساد من کنه؟ آیا این نمازی که غمش بدانیم میتونه از منکرات ما را دور کنه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. نماز باعث امتناع انسان میشه از فحشا و منکرات. ولی کدام نماز است؟ او نمازی که با تمام حقوق و ارکان ادا شود. آن کس که در نماز نبیند جمال دوست، فتوا همین دهم که نماز را قضا کند. یعنی در نماز با چشم قلب الله را نبینه، با الله ملاقات نکنه، پس این نمازش نماز نیست. از اول تا آخر نماز پرسان کن نماز خانه ما را کدام سوره را خواندی؟ والا خبر ندارم، سه خود چملک میکنه. کدام سوره را خواندن خود در نماز خود نمیفهمه. تسبیحات خود خبر چند تسبیح گفتی خبر نداره. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. بعد از ایشان، بعد از بزرگترین ائمه و سراج امت، انسان‌های ناخلفی آمدن که نماز را ضایع ساختن. الله اینا را میگه زود است که در غی بندازیم. غی پایین ترین طبقه و کندی از کنده های دوزخ است که تمام چرک و ریم دوزخی ها در او فرود میآید. انسان های بی نماز در او انداخته میشه. انسان های بی نماز جایگاهشان غی است به نص قرآن. چرا؟ اینها از شهوت پیروی کردن، نماز ضایع ساختن. ولا خوابم گرفتن، ولا مجلس رقص با سیب خفته نخوانده نتانستم سیب. از شهوت پیروی میکنه، نماز قضا میکنه. اینا فرزندان ناخلفی هستند. پس امام وقتی به نماز استاد میشد، امام ابو حنیفه به نام وتد به حد متواضع که وتد لقب داشت، میخ بود امام در نماز. سخن از امام اعظم ابو حنیفه النعمان سراج الائمه رحمه الله است. دومین امام ما، اولین امام است، اما در تعریف ما امام دوم است. دوستای عزیز، صحبت از تقوای امام، از پرهیزگاری امام و از خوف و خشیت امام، از موقف اجتماعی و اقتصادی امام و سیاسیشان داریم. بشر بن ولید کندی رحمه الله میگه یک روز با امام در راه روان هستم. وقتی کسایی میگذشتن با هم گوش به گوش حرف میزدن، ما شنیدیم. میگفت این امام ابو حنیفه است، امام اعظم است، تمام شب به الله استاد میشه و نمیخوابه.
مردم میگفتن و ما ایره میشنیدیم. میگه امام گریه میکنه که چگونه ممکن است کاری را که ما نکردیم و مردم میگه بعد از این قسم به خدا تا صبح نمیخوابم. چیزی که مردم درباره ما میگه من چرا دروغگوی باشم؟ آجل او کار میکرد. مردم میگه ای هرگز دروغ نمیگه، قطعا دروغ نمیگه. مردم میگه شب تا صبح نمیخوابه، بعد نمیخوابید، تا صبح عبادت میکرد. مردم میگه چرا ما دروغگوی باشم پیش الله؟ چیزی را مردم بگه که من تو نباشم، پس من کذاب هستم. پس الله جل و علا چنان توفیق داده بود شب را با خدا بندگی میکرد. قاسم ابن معن رحمه الله میگه ابو حنیفه شبها را با این آیت صبح میکرد. یعنی یک آیت میخواند تا به صبح گریه میکرد. در نماز تا صبح یک آیه را میخواند و گریه میکرد. این مقام تدبر در قرآن است. ما امروز قرآن میخوانیم، توتیوار زمزمه میکنیم، از بای بسم الله تا سین و ناس. وقت قرآن به دست میگیریم هدف ما آخر آیه قرآن است که چطور در ما آخر میرسیم که ختم شود بخیر. هدف ما فهم قرآن نیست، هدف ما عمل به قرآن نیست، هدف ما دفاع از قرآن نیست، هدف ما رساندن پیام قرآن نیست، هدف ما ختم قرآن است. هدف ما سطر و حرف و ورق است که چگونه تیز ورق بزنیم سپاره اخیر شود، قرآن اخیر شود، سوره اخیر شود. اینه خلاص کردم صاحب. ولی امام شب تا صبح با یک آیت سپری میکنه. قاسم ابن معن میگه شبها را امام با این آیت صبح میکرد. بل الساعت موعدهم و الساعت ادها و امر. بلکه قیامت وعدگاهشان است، چون قیامت ادها سخت و امر و تلخ است. روز قیامت خیلی روزی سخت و روزی تلخ است. یه آیت میخواند تا به صبح گریه میکنه. ایست جایگاه امام رحمه الله. اعلام النبلا کتابی بیش قیمتی است که اکثر بزرگای اسلامی ما را، بزرگای معنوی ما را، حقیقی ما را به معرفی میگیره. شرح اعلام النبلا در 33 جلد کتاب نفیسی هست. خب اگر بتانیم جمع‌بندی کنیم زندگی همه این نبلا را، این شخصیت های تأثیر گذار که منشأ تغییرات مثبت در جامعه شدن، به دو چیز برمیگرده که اینا چرا بزرگ شدن، از کجا بزرگ شدن، چی گونه بزرگ شدن، تانستن هم خود زنده نگاه کنن، هم تاریخ خود و هم منشأ تغییرات مثبت در جامعه شوند. به دو چیز اشاره میکنه که اینا با عبادت و علم بزرگ شدن. امام هم عابد هم عالم بود، به این خاطر بزرگ است. وقتی با یک آیت شبها نخوابه، به الله گریه کنه و علمش، امام شافعی شهادت میده، آیه هست میگه، عبدالله ابن مبارک آیه میگه، امام شافعی میگه الناس عیال علی ابی حنیفه فی الفقه. همه مردم محتاجی فقه ابو حنیفه است. علمش چقدر است و تقوایش چقدر است. این امام ابو حنیفه رحمه الله است. پس با دو چیز بزرگ میشه، با دو چیز، علم، عبادت. اگر میخوایم بزرگ شویم این دو چیز فرا بگیریم، با دو چیز عقلمند میشیم، زیاد هوشیار میشیم، زیاد زیرک میشیم، استعدادمون بالا میره. تدریس و تالیف، تدریس، تالیف، با دو چیز بزرگ میشیم، با دو چیز هوشیار و زیرک و دانا میشیم. پس این چهار چیز اگر یک جا کنیم، پس ما هم خود زنده نگاه میکنیم، هم تاریخ خود، علم و عبادت، تالیف و تدریس، یک اثری نشته کنیم و تدریس کنیم، برسانیم. پس دوستای عزیز، اونا با این دو چیز بزرگ شدن. پس هر کس میخواد بزرگ شود به این دو چیز چنگ بزنه. ابن مبارک دربارهش میگه، عبدالله ابن مبارک رئیس جمهور در علم حدیث است. دربارهش میگه امام ابو حنیفه را در مجلس درسیش نشسته بودیم.
کسی آمد بالای امام صدا کرد اتق الله یا امام، از خدا بترس ای امام. امام لرزید از بالای چوکی پایین افتید، از خود به خود شد، از خدا بترس. بعد از اینکه به هوش میاد امام میگه جزاک الله خیرا، خدا تو را جزای خیر بده. او برادر، واقعا انسان چقدر نیاز داره که کسی برش بگویه که از خدا بترس. این جواب به او شخصی که گستاخانه به امام میگه تو بی‌ادب هستی، تو گستاخ هستی، تو ابلیس این امت هستی، از خدا بترس. برش چی میگه؟ خدا تو را خیر بده. پس یک کس عیب ما را میگه، چقدر عصبانی میشه. ولی امام عیب نداشت. نمیگیم معصوم بود، اشتباه هر انسان داشت، ولی این موقف امام مسلمین در مقابل یک شخص بی‌ادب است. میگه از خدا بترسی، پایین میفته، برش خیر ببینیم، جزاک الله خیر. واقعا انسان چقدر نیاز داره که این کلمه را روزانه بشنوه، که ما با هم دیگر خود بگوییم از خدا بترس، از الله بترس حرام نخو، از الله بترس عبادت الله، از الله بترس نماز ترک نکو، از الله بترس غیبت نکو، از الله بترس سود و احتکار و رشوت نخو، از الله بترس ظلم نکو. چقدر میگه انسان نیاز داره که کلمه را بشنوه. پس ایست دوستای عزیز، امام ابو حنیفه النعمان شب را با یک آیت سپری میکرد: بل الساعة موعدهم و الساعة ادها و امر. این موقف تقوا و ترس از خدای امام ابو حنیفه است. یعنی چقدر از الله می ترسید. پس ما مثال هایی را از ائمه دین داریم، مثال هایی را از کبار و کبار ائمه خود، ائمه فقه و حدیث و تفسیر داریم که اونها شبها را با آیه های قرآن با گریه سپری میکردن و الله را بندگی میکردن. به هر صورت صحبت ما ادامه داره. دوست عزیز، سخن از امام اعظم است، امام ابو حنیفه رحمه الله. صحبت اینجا بود که به حد خوف از خدا داشت که کسی برش میگه از خدا بترس، میفتید، میلرزید و از او تشکری میکرد. شبها را با آیه های قرآن صبح میکرد. واقعا انسان نیاز داره به تدبر در قرآن، واقعا انسان نیاز داره به تأمل در قرآن. امام رحمت الله علیه واقعی را نقل میکنه که شخصی می پیش رسول پاک علیه السلام میگه عزنی و اوجز، یا رسول الله علیه السلام مرا پند بتی، نصیحت بکو و مختصر نصیحت کو. پیغمبر برش سوره مبارکه زلزال میخوانه، سوره زلزله: اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقتی پیغمبر به اینجا میرسه، صحابه می کفا یا رسول الله، کافی است برم، میروه، کافی است، بس کافی است. این سوره مبارک اذا زلزله، وقتی بجنبد زمین، به جنبیدن سخت یک معنا یا به جنبیدن تکراری. هر باری که زلزله میشه در زمین، زمین تکان میخوره. نهایت سرعت تکان یا مدت تکان 3 4 نهایت 5 ثانیه است و قوت هر ثانیه که علما میگه به صدها تن مثلا قوت تخریب داره که به مراتب قوی تر از یک بم اتم است. خب نهایتش 5 ثانیه میرسه. اگر ادامه تا 10 ثانیه و تا 1 دقیقه و تا 5 دقیقه برسه، خود سطح کره زمین همه. ولی زلزله روز قیامت دوامدار است. پس
او روز به خاطر داشته باشین وقتی زمین بجنبد به جنبیدن سخت و زمین همه داشته خود بیرون کنه. بشری که شب و روز پشت دنیا سه هم دین خود فروخته بود هم دنیای خود، وقتی میبینه زمین سه ابتلا و نقره و تمامی شکم داشته خود بیرون میکنه حیران است، چون روزی است که در اون روز دیگه هر انسان در فکر خود از نفسی 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 میگه. این سوره مبارک وقتی خوانده میشه صحابه میگه کفا یا رسول الله، بس کافی است، میروه. پیغمبر میگه افلح ان صدق، شخص راستگار شد، رستگار شد، پیروز شد اگر راست گفته باشه. با یک سوره عمل میگه یک سوره برام درس بده در تمام عمر کافی است برش. کل قرآن میخوانیم متاسفانه، چون باور یقین سرد است با قرآن با اسلام، چون او به معنی واقعی پذیرفت، با آیاتش تأمل و تدبر و تعمق کرد. اینجاست که پیغمبر میگه افلح ان صدق، کامیاب شد اگر راست گفته باشد. شخصی پیغمبر بود، الله متعال او را از آن اهل خود انتخاب کرد، ولی وقتی به این آیت شب تا به صبح گریه میکنه، آسمان ها میلرزه، جبریل امین میآید ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. یا الله اگر عذابشان کنی بنده هایت است، اگر ببخشی تو خو غفور رحیم هستی. تا به صبح میگه و گریه میکنه. جبریل میگه چی پس چی میخوای؟ میگه امتم. میگه الله تو را درباره امتت راضی میسازه. با یک آیت تأمل است، تفکر است، تدبر است. امام ابو حنیفه با یک آیت شبها را صبح میساخت. پیغمبر با یک آیت تفکر و تدبر شبها را صبح میساخت و با یک آیت یک صحابه نجات پیدا میکنه. با یک سوره میگه اگر راست گفته باش کامیاب شد، پیروز شد. پس بیاین به معنی واقعی قرآن بشناسیم، به معنی واقعی دوباره تجدید عهد کنیم با این کتاب خدا، به معنی واقعی رجوع کنیم، معنایش بخوانیم، تفسیرش بخوانیم، بفهمیم اسرارش، نکته هایش بشنویم، عملی کنیم. با هر حرفش ده اجر و ثواب است. با هر حرفش، هر سوره بیشتر از صدها و هزارها حرف است. یک سوره قل هو الله احد بخوان چند حرف است؟ این حسابش بکن، فکر کو با هر حرفش ده ثواب. قل هو الله احد، بگو الله یکیست. قل بگو هو، او ذاتی که دنبالش هستین، منشود و گمشده شماست، او فقط یکیست، همگی غیر از او تقلبی است. خلاص بخوان، تلاوتش کن. او بی نیاز است، نیاز به کس نداره، ضرورت به کس نداره، ما به او نیاز داریم. والله هو الغنی، الله بی نیاز است، الحمید، ستوده شده است. بخوانین، به هر آیتش تأمل کنین، تفکر کنین. لم یلد ولم یولد، چیزی را تولید نمیکنه. لم یلد ولم یولد ولم یکن له، به هیچ کسی نیاز نداره، کفو مانندم نداره. لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم، مانندی از او هیچ کس نیست، اون یک شنوا و داناست. هر آیت بخوانین، به او فکر کنین. پیغمبر می کسی را بخوانه 3 بار قرآن ختم کرده است، چقدر اجر داره، چقدر ثواب داره. بر صورت دوست عزیز، امام با یک آیت شب صبح می ساخت با گریه و تضرع. پس بیاییم دوست عزیز قرآن درست بخوانیم، با قرآن تجدید عهد کنیم، با قرآن قول دوستی بتیم، با قرآن تعهد کنیم که تو را رها نمی کنم، در روز سخت تو مرا رها نکن، در خانه قبر تو مرا رها نکن. و سینه خود بگیریم، ببوسیم، بخوانیم، تلاوتش کنیم، عمل کنیم. هر روز یک آیت عمل کنیم، هر روز یک آیت عمل کنیم. در یک سال 360 آیت میشه، یعنی 360 آیت در یک سال ما عمل میکنیم. آغازش کنیم دوستی عزیز. همچنین تمیم داری رحمه الله در آیه مبارکه ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا تا صبح گریه میکرد. تمیم داری
یا آیت میخواند و گریه میکرد و میخواند و گریه میکرد و میخواند و گریه. معنیش چیست؟ آیا گمان میکنن انسانهای گناهگار، آیا گمان میکنن انسانهای بدبخت و رسوا، انسانهایی که آلوده به گناه هستند که از جمله کسایی هستند که به خدا به معنی واقعی ایمان دارن از او جمله محسوب بشن؟ یعنی هرگز گمان هم نکنین که انسان گناهگار با انسانهای مؤمن و مخلص، بنده های متقی برابر است. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. این انبیا است که یکی بر دیگه برتری دارن، نبی بر دیگه برتری داره، مؤمن با انسانهای فاسق برتری داره. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم، آیا گمان میکنن کسایی که گناه میکنن، اشتباه میکنن، بدی میکنن، فعل حرام انجام میتن، ان نجعلهم کالذین آمنوا، که ما اونا را همانندی کسایی که به الله معنی واقعی ایمان داره حسابش کنیم؟ هرگز چنین نیست. یا آیت تمیمی داری میخواند تا به صبح گریه میکنه، خدا من گناهگار هستم. خودت میگی که من در تو گناهگار در زمره مؤمنین حساب نمیکنم. گریه میکنه که یا الله مرا گناهگار بندید، نشمار مرا از گناه پاک بساز. تا به صبح گریه میکنه. همچنین یاران نبی علیه السلام هر کدامشان که از ستاره های آسمان شریعت است، هر کدامشان وقتی به زندگیشان سری میزنیم، حضرت عمر فاروق وقتی آیه مبارکه از سوره مبارکه قلم تلاوت میکنه و میشنوه، ماها در خانه بیهوش میباشه، اطباء میگه مرضش پیدا نمیتونه. ایست تأمل و تفکر و تدبر در آیات روح بخش کلام الله مجید که اکابر ما داشتن، فقهای ما، علمای ما داشتن. امیدوار هستم دوستای عزیز که ما از خلال این صحبت و نکاتی که بحث شد بتانیم آشنایی ما با قرآن بیشتر شوه، تعهد ما بیشتر شوه، به دامنش چنگ بزنیم، از آغوشش سود ببریم، استفاده کنیم. از اینکه وقتی برنامه ما تمام است ناگزیر با شما خداحافظی کنم. همه شما را، خرد و کلان و پیر و جوان و خواهر و برادر را، به الله بی نیاز تا دیدار بعد و برنامه بعد امانت میسپارم. خدا نگهدار.